از رفتار او بسیار خوشم می آمد. با اخلاق بود، با ادب بود، گپ زدن خودم میفهمید. بی حتی مادر توران تعیینش کرده بودم. یوسفم به او زیاد توجه داشت. از این که زیاد دیگه چی میخواستم؟ شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дорӯҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дорӯҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дорӯҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. خوب است. خوب است. سلطانه سلطانه تو را چی شد؟ سلطانه 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 کدام گپ نیست؟ کدام گپ نیست خانم؟ دیشب نخوابیدیم، از دیروز تا حال غذا نخوردیم. شاید تاثیراتمو باشه. اگه میخوایی به دکتر زنگ بزنم؟ نه خانم، نه خانم حمیده. صبح بخیر. صبح بخیر. حالا دیگه او کار شد سلطانه خانم. توپراک تصمیم خود گرفت و رفت. حالا که هر کار کنیم بیفایده است. یعنی چی خانم؟ حالا در مقابل هوای سادگی کردن نتونستیم، گفته ایران باید تحمل کنیم. بلی از خدا میخوایی چی بگویی؟ گفتن که دست پای ما بسته است، نامزادی هم شد. این به این معنی است که شما هوا را به حیث عروستان قبول کردید. سلطانه این گپ از دهن ما برآمده؟ نه خیر، ای که شما خدا بسته کده کارای او را میبینیم، از او خاطر گپ گفتم خانم حمیده. گپ ما گوش کو سلطانه خانم. این فکر توست جانم. چشمای ما هیچ وقت بسته نمی باشه، فهمیدی؟ شاید دیگرها همه قسم فکر کنن، اما اوناش با فکر میکنن. ما شما را مشناسم. حالا باید ما چی کنیم؟ هیچ. هر کس متوجه کار خود می باشه. تو هم تشویش هیچ چیز نکو. بیا. حمیده خانم به شما زنگ آمده. اول که شما زنگ زده بودین مصرف نشان داد، اما حالا خودش زنگ زده. درست است. سلطانه اگه اجازه باشه گپ بزن. درست است. بله جانم. چطور هستی؟ بله من زنگ زده بودم. خوش آمدین آقا. چی میل دارین؟ من فقط چای میخوایم. با ما هم یک چای لطفا. درست است آقا. بین تو و توپراک چی گپ شده بود؟ گپی نشده بود. اگه کدام گپی نمی بودی قسم نمی رفت. با کسی که او را نمیشناخته روسی که رفت. هوا طرف ما بی. واقعیت برام بگو. گفتم که هیچ گپی نشده. کاملا مطمئن هستم که گپ بینتان است. و ایران میفهمم که خاله سلطانم خبر داره. و ای که چی گپ بود باید ما هم خبر شوم.
میبخشین به خاطر مریضی مادرم در استانبول بودیم آمده نتونستم. زنده باشی دخترم. ما پیشتون کم هستیم به خدا. به خاطر که هیچ وقت پیدا کردن نتونستیم براتون زنگ بزنیم. اولادای زمانه را خو میشناسی. کل چیز یک دفعی تصمیم میگیرن. تو اولادای زمانه را میشناسی دخترم. بله راست میگن خاله حمیده. حال اولادای این زمانه همو تو شده. بله دخترم راست میگی. بیبی بر چی میگم؟ من امروز امرای محمد گپ زدم. بعد از چاش در شرکت منتظرت است. یک دفعه پیشش برو. مطمئن هستم که انشالله کارت میشه. زنده باشین خاله جان. میفهمین که در موضوع کاروبار همراه پدرم جور نمیاییم. هر قدر که کار کنم بازم پیش اونا همو طفل خرد هستم. از همین خاطر میخوایم یک جای دیگه کار کنم. آه دخترم آه. شما که هر چقدر بزرگ شوین بازم به پدر و مادرم و طفل خورده استین قندم. به هر صورت ضرور نیست که منتظر باشی. در شرکت برو مشکل حل میشه. به پدر و مادرتم سلام بگو. بچه‌شم خاله حمیده شما متوجه خود باشین. روز خوش. روز تو هم خوش. بله. چطور هستی سلما؟ چندین بار از زنگ میزنم یا موبایلت خاموش است یا جواب نمیدی. از تشویش مردم. میبخشی منور بسیار مصروف بودم. معلوم میشه مصروف هستی. دلم زدی دعوتت کردم چرا نامدی؟ او هم به هر صورت اقا مشکل از سرم آمد اما بازم به دیدنم نامدی. تو چه قسم یک دوست هستی؟ برات خود گفتم که در این روزا بسیار مصروف هستم. دکان خودم باز کردی از خاطر قسم میگی؟ آها بله. هیچ باور کردن نمیتونم. تو هم تو دوست هستی؟ نیکی و یگار برات کدام چیز گفته از این خاطر من قسم گپ میزنی سلما؟ نه از اون خاطر نیست. پس به خاطر چی؟ دختر تو کدام گپ از ما پت میکنی؟ کدام گپ نیست منور. میفهمی مادرم مریض است. کار دکانم زیاد است. تمام اینا به عهده من است. از خاطر نتونستم به دیدنت بیایم. فهمیدم. نظر چی سمروز از نزدیک دیده؟ با هم یک کم گپ بزنیم سلما. درست است میشه ببینیم؟ نمیفهمم. فکر میکنم دکانه بسته کده نمیتونم. کارمندان در این روزا بهانه میپالن. و مشکل نگاهشان میکنم. سلما من ویزو درس خواندن میرم. امی که درسم خلاص شد مستقیم پیشت میام. درست است؟ درست است. خودت میفهمی. فعلا باید قطع کنم. مشتری آمده. درست است. تو متوجه کارت باش. خالم برای چی گفت؟ یعنی که چیزا با گفتن است. یوسف چرا پشتی گپا را گرفتی؟ تو هر دفعه برام یک بهانه میکنی. یوسف تو چرا گپ توازی نمیگی؟ خالم برای چی گفت؟ میخوایم بفهمم. خالد به ما چیزا نگفته. اگه میگفته سوپرسان نمیکدم. اما ما فکر میکنم توپراک به خاطر تو رفت. حتی فکر میکنم تو رو مجبور ساختی. راست میگی؟ حتما خالمی قسم برات گفته. هوایی که کی چی گفته مهم نیست. مهمی است که آیا این گپ راست است یا نه. از گپ زدنت معلوم میشه که تو به گپای خالیم باور کردی. پس چرا از من میپرسی؟ اگه باور میکردم حال این جمعرای تو چی میکردم؟ با ما جوابت توپراک چرا دفتانی تصمیم ما گرفت؟ تو مجبورش ساختی؟ چی؟ مورا مجبور ساختم؟ یوسف تو چطوری فکر کردم میتونی؟ توپراک خواهرم است. فکر میکنی ما همراه خواهرم میتونی یک کار کردم میتونم؟ دا جواب سوال ما سوال نکو. با ما آدم ما را جواب بده که چرا توپراک تصمیم گرفت که عروسی کنه. اگر نه از کدام طریق دیگه خبر خود شدم. پس این قسم است. تو زحمت نکش من خودم برات میگم.
میخواستی امیر بشنوی؟ حال راحت شدی یا نه؟ دخترم چطور هستی توبرک جان؟ خاله جان من خوب هستم اما فکرم طرف شماست. البته که فکرت اینجا می باشه. هر لحظه فکر میکنم از این پایین میشی، پیشی میای برم میگی خاله برم غذا آماده کو، اما میبینم که هیچ کس نمی باشه. لطفا این قسم نگوین خاله، کل چیز به مرور زمان خوب میشه. توبرک با رفتنت کل چیز تغییر کرده. خاله لطفا خدا ناراحت نسازین. این کار به خوبی کل ما بود. خاله راستش من زیاد به تشویش توران بودم، امشب خونه آرامی نکرد. چی بگویم دختره؟ دیشب تمام خانه را به سر برداشته بود، هیچ کس نخوابید، تمام شب گریه کرد. خودگه پشت مادر خود دق شده بود. هرچی که کردیم توران آرام ساخته نتونستیم. راست بگین، اگر راست بگویم ما پشت زیاد دق شدیم. تمام شب به یادم میامد خاله جان. نمیفهمم بدون چه قسم مدت خود کردم. حالا ما بر چی بگویم توبرک دخترم؟ خودت این تصمیم گرفتی. اگه یک دفعه به گپایم گوش میکردی شاید این روزه نمیدیدیم. لطفا خاله دیگه قسم نگو. درست است. توران بدون شیر تو شیر کسی دیگه را نمیخوره. و هر کسی را که میاریم شیرش نمیخوره چیزی دیگه هم نمیخوره. حیران ماندیم که چی برش آماده کنیم، تو هم دقیقش کار خوبی نکردی. خاله توران تنها شیر خالص نمیخوره، امروز شکم سریلاکت کنین. درست است؟ فهمیدم. شیر خالص خوشش نمیه، قسم که گفتم. یک دفعه امتحان کنین خاله. درست است دخترم، امشب او را امتحان میکنیم. درست است. بازم اگر چوب نشد به ما زنگ بزنین. درست است؟ اگر زنگام بزنم کدام فایدت بر ما نخواد رسید. خب درست است، برات زنگ میزنم. خیره بازم زنگ بزنین خاله جان. درست است. فقط مورد تو پرسیدم اونجا چی گپ است؟ خوشید چه حال داره؟ همراه تو درست رویه میکنه؟ چه بگویم دیگه، کوشش خودم میکنم که یکی دیگه خدا درست درک کنیم و بشناسیم. خاله خواهرم چطور است؟ بسیار باجرت شده ماشاءالله. هر قسمی که خواسته باشه زندگی را هم قسم میچرخانه دخترم. یوسف خان چطور است؟ او هم خوب است. بیبی دخترم وضعیتش و قدرم خوب نیست. از دیروز تا حال مثل دیوانا این طرف و اون طرف میگرده. همیشه میگه توبرک چی مجبوریت داشت که تصمیم گرفته و رفت. خاله جان شما باید تو را قناعت بدین که ما به خواست خود رفتیم. درست است؟ آی دختر مقبولم، فقط دیگه به مرا قبول میکنه. تو گپاره بان میفهمی که امصبح خانم حمیده برم چی گفت؟ چی گفت؟ گفت کاش که به جای هوا توبرک هر روز می بود. راست میگین؟ بله راست میگم. به هر صورت خاله فکر میکنم شما بازم غلط تر کردید. به خواهرم شان سلام برسان. مام دیگه تلفن قطع میکنم و تو رو نام از طرف من زیاد ببوسین. درست است؟ میبوسم دخترم، تو متوجه خود باش. درست است؟ درست است. تو چی گفتم میری هوا؟ توبرک مرا مثل بیادر دوست داشت و اگر در قلبش نسبت به من چیزی می بود باز من وقت متوجه می شدم. اما متوجه نشدی یوسف. من میفهمم که خانوما را بسیار خوب میشناسی، اما مام خواهرم خدا بهتر از تو میشناسم. گپ دیگه طرف نبر، ما درباره توبرک گپ میزنیم. از برکت او ما و تو دوباره یک جای شدیم. وقت تو همه چیز رها کرده به استانبول رفته بودی او بود که به من همه چیز گفت. هوا چرا؟ اگه او مرا دوست می‌داشت چرا این کارا میکرد؟ بگونه. تو سر گپای ما باور نمی‌کنی، اما وقتی که نام تو گرفته میشد تمام بدنش میلرزید. قبول میکنم که توبرک مرا کمک کرده، اما در این اواخر رفتارش بسیار تغییر کرده بود. دکانه که حق او نبود مانگ قبالش به نامش شد و او هیچ چیز نگفت. تو میفهمی که چی گفتم میری هوا؟ سر او بسیار فشار آوردم. در اول او قبول نمیکرد اما من زیاد اصرار کردم. به خاطر که من خفه نشم قبول کرد. درست است. دکانه به خاطری که تو خفه نشی قبول کرد. عکسای نامزدی چطور؟
ده تمام عکس‌ها طرف تو دیده. اگه خواسته باشی دانه دانه برات نشان میتم ببینم که بازو وقتم از او طرفداری میکنی یا نه. ما فکر میکنم توپراکا تو مجبور به گرفتن این تصمیم ساختی. به نظر من تو کل چیزم میفهمیدی یوسف. حالا که در پیشونیت گفتم باز خوشت نامد نه؟ این گپا را تو میگی هوا؟ چرا؟ من این گپا را گفته نمیتونم. کارایی که با خواهرت کردی دلت یخ نکرد. حالا میخوای سرم هم تهمت کنی اما ترس. ما هیچ باور کردن نمیتونم توی قسم یک مفکوره داری. ببینم که دیگه شاید چی چیزا خواد بودم. دیگه با خانمم چشم با چشم نمیشم چرا که بالایم شک دارم. اگه تو به جای من میبودی چی میکردی؟ چیزایی که با چشمای خودم دیدم دست سر دست ماده سیل میکردم. بالای ما اعتماد میکردی. بالای خواهرت هم اعتماد میکردی. اگه ای کارا میکردی نقص نمیکردی. حسادت انسان آهسته آهسته از بین میبره. حتی عشقم نابود میسازه. حق با توست. حسادت و عشق انسان نابود میسازه. انسانی کارا به خاطر میکنه که عشقش کسی ازش نگیره. اگه کارا نکنه حتما کدام مشکلی پیش میایه. کجا میری؟ میخوایم برای چند دقیقه تنها باشم. ما میخوایم امرایت گپ بزنم. هنوز گپای ما تو خلاص نشده. هدفتان از این کارایی که میکنین چی است؟ هدف چی؟ واضح گپ بزن تا بفهمم که چی مشکل داری دختر. فکر میکنین از کارایتان خبر نمیشم؟ بگوین باز برای یوسف چی گفتین؟ ما هر روز درباره ده ها چیز گپ میزنیم. واضح بگو کدامش میگی. مرا دیوانه نساز خاله. شما درباره رفتن توپراک به یوسف چی گفتین؟ زود باشین بگوین. خودت بگو که چی گفتیم. ببینین برای آخرین بار براتون میگم اگه کوشش کردین که بین ما و یوسف و خانم حمیده بیاین شما را از این کارتان پشیمان میسازم. متوجه باش دختر، درست گپ بزن. تو مر از کدام کارم پشیمان میسازی؟ کارهای خودت یادت رفته. ببینین من گفتنی خدا براتون گفتم بعد از این دیگه آرام در جایتان بشینین و برطرف دستاندازی نکنین و اگه پایتان مرا دخیل نسازین اگه نه آرام نمیشینم. ده سال تو در هر طرف دستاندازی نکن. در مقابلت نوکرت استاد نیست. متوجه گپایت باش. من اگه بیشتر از این براتون چیزی نمیگم. اگه بعد از این باز مداخله کنین فکر کنین خودت تباه ساختین. چی میگی دختر؟ این گپای تهمت و غیبت دیگه دفتن از کجا شد؟ ما خود چیزی نگفتیم. به خاطر که من سرتان اعتماد ندارم. یک بار که چشمایتان هرس گرفت حتی اولاد خود نمیشناسین. حالا که امرایتان هم دست دیستم حتی حاضر هستین قبر ما بکنین. اما فراموش نکنین خاله اگه شما روی کتاب خواندین ما پشت کتاب خواندیم. فهمیدین؟ به جایی که سر ما گپ بزنی یک دفعه سرت به گریبانت که کارای خودت ببین. فراموش کردی چه تو توپراک خواهرت قربانی کردی دختری مکاره. پس تو هست. اگه گپ نصیحت هست شما از این کارم پند بگیرین خانم سلطانه. اگه کوشش کردین در بین ما بیاین فکرشم کردن نمیتونین که چی بلای سرتان خاط آوردم. میبینم که چی میکنی شریک. اینقدر من شریک نگوین. من شریک شما نیستم. شریکی ما خلاص شده. از این به بعد هر کس متوجه کار خود باشه. تو مرا دست کم نگی خانم هوا. اگه به این کارات ادامه بدی با خدا قسم میخورم دنیا را در یک لحظه سرچپه میکنه. با خبر باشی. بس هست. من از تهدیدهای شما نمیترسم. هر کاری که میخواین انجام بدین. ضرور نیست به من یک ساعت دربارش توضیح بدین. پس تو است. کارایی که در نامزدی انجام دادی خوب یادم است. ای که میمان ناخواسته را چه قسم پس روان کردی اگه به یوسف بگویم باز خود فهمیدی. دختر بیادب موبایل بر من قطع میکنه. تو دختری مکاره چطور جرأت کردی که موبایل سر من قطع کنی ها؟ گوش کن یادت نره که امروز پیش لوحه نویس بریم. میخوایم یک لوحه عالی فرمایش بدم که در تمام شهر نظیر نداشته باشه. کاکا براتان زنگ از جواب بتین. درست است تو کارت ادامه بده. مادرت زنگ زده. خیاش نه کجاست
راست نه. صبح تو هم بخیر خیاشنه جان. سلام صبح خیری ربان. ایره بگو فعلا کجاستی؟ با سری که حسابت خراب است که میخوای سر من خالی کنی. فهمیده شد. نباید همراه تو مثل آدم گپ زده شوم. من همراه جونت بسیار کار مهم دارم، از این خاطر برات زنگ زدم. گفتی همراه جونید؟ تو همراه او چی کار داری؟ نه که کدام گپ دیگه است؟ ای که با هم گپ بزنیم بعداً باز خود فهمیدی. درست است. در دکان هستم. بیا که مشکل تو را هم حل کنم. حالا درست شد. منتظر باش. 10 دقیقه بعد اونجا میرسم. مادرت بسیار یک زن خوب است. گفت که در بازار آمده میخوایم تو یک دفعه ببینم. خواهرم پیشنهاد روسی شما را به خاطر من قبول نکرد. ایگه با تو چه ارتباط داره؟ خواهرم فکر میکنه که من عاشق شما هستم یوسف خان. چطور یعنی؟ احترام و محبت را که به شما دارم فکر میکنه که من عاشق شما هستم، از خاطر پیشنهاد شما را رد کرده. شما با من بسیار مهم و بارزش هستید یوسف خان. من فقط خوشبختی شما را میخوام. شب و روز هر وقت که پشتم دق شدی برهم زنگ بزن. هر وقت که تو بخوای من پیشت میایم. دختر گلم پشت دق شدم، زیاد به تشویشت هستم. درست است گریه نمیکنم، اما تو هم تشویش ما را نکو. هر روز زنگ بزن، درست است؟ برش میگم دختر گلم. خب دیگه تو هم به شوهر تو خوشویت سلام بگو. خود دیگه فعلا قطع میکنم، به خدا مسپرم دختر مقبولم. هوا؟ چی وقت آمدی دخترم؟ هیچ نفهمیدم. همراه تو را گپ میزدم، صدایش شنیدم، قلبم آرام شد. بسیار به تشویش بودم که اونجا تنها چی خواد کردم، اما شکر خدا صدایش بسیار سر حال معلوم میشد. انشالله غمای خدا فراموش کرده، همون تو نیست. از خدا میخوایم که همیشه تو برا که من خوشبخت باشم. او لایق بهترین از همون تو نیست دخترم. تو گریه میکنی؟ تا که من میایم تمام کارا باید خلاص شده باشه، درست است؟ در خانه ماشینم خالی کنین، یکی تان از پیش طفل دور نشین، پردارم باز کرده باشین، درست است؟ او را خوب به خوشکشویی میدادیم. حالا خوب شد.
هم کار خانه رم بکنیم هم شما را در بالای سر خود مثل ملکا بشانیم. چطور؟ وقتی میگم بشوین پس بشوین. اگه خوش ندارین دروازه برویتان باز است. نمیفهمم ما خدمتکار هستیم یا که کلاشوی. گمشکو خوب شد که رفت پنار جان. خدا میفهمه باز کی بدبخت میسازه. من پیش توران میرم، تو هم پرده را باز کن. درست است خواهر جان؟ مرا به تشویش ساختی. بگو چی شده؟ امرا یوسف جان کدام مادر؟ شاید بگویی او انگشتر که انگشته شد کل چیز خلاص میشه، اما او تو نیست دخترم. نامزدی مثل گشتن انسان در پل صراط هست. کی میفهمه بعضی ازش میگذرن و موفق بشن و بعضی هم خدا نجات بده. ای که کی تیر شده میتانه و کی تیر شده نمیتانه را خدا میفهمه دخترم. تو خود دختر قوی هستی هوا. ده اولین تکانش اگه خود از دست بتی ده آینده چی خواد کردی؟ مادر امی که فکر میکنم کل چیز خوب میشه بازم یک اتفاق میفته و راه خدا گم کرده. نمیفهمم چی کنم مادر. ای قربانت شوم دخترم. فعلا موضوع عروسی را بان جان مادر. حال وقتی ایست که نشان بتی تو میتونی به یوسف یک خانم خوب شوی آینده یا نه. بیبی توبراک رفت. او خواست که همراه بیگانه ها زندگی آینده خود بسازه. حال دیگه نوبتی توست دخترم که نشان بتی به توران چه قسم یک مادر شده میتونی. حال دیگه تمام آمادگی خلاص از بچه کاکا. یکم کارهای خرد ریزم مانده. اونا که خلاص شد فکر که اولین مارکت باز کردیم. فکر میکنم گواه پستکارت دادم بهش رساندیم. از این بعد مصروفیت هم زیاد میشه. متوجه باش. نتیجه تحقیقات تو چی شد؟ یک بار ببینمشان. هیچ نپرس بچه کاکا. دو کارم اولین ضربه را خورده. او آدم ها کاملا مسلکی برآمدن. یک قسم از و قسم از گفته آخر در جان ما زدن. چی میگی بشش؟ برشان یک دنیا پول داده بودین؟ نه بچه کاکا پول را خو نجات داده. بس خوب است. نباید اولین کار خود نقص کنیم. راستی تو گفته بودی که با خود یک مدیر اجرایی بگی. خانم کاکایم یک دختره پیشنهاد کرد میخوایم رایش یک بار. مادرم میگی؟ او کی را برات پیشنهاد کرده؟ به نظرم دختر کدام دوستش از یاد خواهش کرد. قبلا هم برام گفته بود اما از یادم رفت که برات بگویم. سوم بسیار اصرار کرد. ما برش گفتم که بعد از شاشته شرکت منتظرش می باشین. خوب است. تو یک بارم رایش گپ بزن. اما مادر ما نگویی. با خاطر که نمیخوایم این کار با واسطه پیش بره. بازم رای مادرم گپ میزنیم. ما مثل خودت فکر میکنم اگه یک بارم رایش گپ بزنیم به فایده ماست. او دختر در خارج مستری گرفته. بس یه زبان خارجی بلدیت داره. وای وای وای. بفرمایین. آقا یوسف خانم باده تشریف آوردن. باده کی است؟ اما دختره که پیشتر دربارش برات گفتم. درست است. داخل روانش کو. به نظرم من این دخترم مشناسم. از اینکه مادرم مشناسه به نظرم شناسه است. جلال پولانی را خو مشناسی. یک شرکت که داره. یادت آمد؟ آها او. به نظرم دخترم است. دخترش به یادم نامد. بیا. باده خانم آمدن آقا. درست است بگو بیاین. سلام آقا، من باده پولانی هستم. خوش آمدین. ما یوسف هستم. خوش باشین. محمد خانجی اغلو. خوش شدم. بفرمایید. منور جان
با درس خواندنت اجازه دادم اما میفهمی قلبم هیچ قبول نمیکنه. نمیفهمم چرا مادر؟ میفهمی دخترم، به خاطر برات میگم ادای وقت اگه درس بخوانی ده کدام جنجال نمونی، از او خاطر میترسم. پس چی کنم مادر؟ این کار بدون درس خواندن نمیشه. راست میگی، چی بفهمم؟ به خاطر میگم که او بیشرف برات کدام مشکل جور نکنه دخترم. یعنی اگه میگی هیچ مشکل نیست میتونی که باز به درس خواندن بری. نه خیر مادر جان، کوشش میکنم که کامیاب شوم. درست است دخترم، درست است. چی بگویم؟ خداوند ذهنت روشن کنه. درست است مادر جان، زنده باشین. خوش آمدی. خوش باشی. چطور هستی؟ من خوب هستم. اما تو چطور هستی؟ خوب هستم. فعلا در زارم سرم نوقت میشه، باز گپ میزنی. درست است؟ درست است. خیرت باشه دخترم. مادر جان، با دیدن توران آمدیم. حالا که توپراک نیست نباید تنها بارمش. من نمیفهمیدم که تو اینقدر در فکر نواسیم هستی. اتونم امکان داره، البته که به فکرش هستم. دخترم ناق زحمت کشیدی بی از او. اینجا کلگی متوجهش هستن دخترم. راست میگین، اما حالا دیگه من مادرش گفتمشم. البته. خداوند برم صبر بده. صبح بخیر محسن بیادر. صبح بخیر. مراد کجاست؟ مراد محترم برای جور کردن برده. اگه خواسته باشین من شما را تا دانشگاه برسانم. نه خیر محسن بیادر، شما متوجه اینا باشین. خانم منور، اگه میخواین موتر خودتان بکشم. نه ما منتظر مراد میباشم. درست است. شما بسیار سوانی قوی دارین خانم باده. من از شما یک سوال میپرسم. بفرمایید. چرا همراه پدر خود کار نمیکنین؟ شما خود کمو بیش پدر من میشناسین. او میخواد کار شرکت به درستی پیش ببره. با من اعتماد ندارم، میگه این کار بسیار مشکل است، تو پیش بردن نمیتونی. من پیش او هنوزم طفل هستم. من فقط به خاطر که رابطه ما خراب نشه خواستم که ازش جدا کار کنم. فهمیدم. کار کردن در شرکت خانوادگی کم مشکل است. خوب شد که از ما قسم نشد. اگر این شرکت به ما و یوسف اعلام میکردن. قسمی که برنامه کاری خدا به شما گفتیم، ما میخوایم مارکت های زنجیره‌ای بسازیم. اما در اصلی مارکت ها معنی محمد قرار خود گرفت. دمی نزدیکی اولین مارکت خود باز میکنیم. راستش ما تا حالا در مارکت های زنجیره‌ای کار نکردیم. میفهمیم که پدرم کار پلاستیک میکنه. اگه دقیق شویم کاملا از هم فرق دارن. فرق نمیکنه جانم، ده اصل اردوش تجارت است. دانا فرقش هم است که ما اسهام خدا نمیفروشیم. البته اسهام کشاورزی خدا. راستی این طرحتان بسیار منطقی است. به نظر من کاملا طرح بجاست. بیازوده لندن هم از امی طرح کار میگیرن. راست میگین. بچه کاکایم در این کارا بسیار ماهر است. در این مورد تشویش وجود نداره. بعد از ایش دیگه مربوط من میشه، در هر کار من کمکتان میکنم. چطور یعنی به وظیفه استخدام شدم؟ به شرکت خانجی اغلاها خوش آمدن بادا خانم. بسیار زیاد تشکر. تبریک باشه. زنده باشین. توپراک میوره که بعد از ظهر از خواب بیدار میشد برش میداد. من از تو کدام چیزی پرسیدم پنار؟ زود باش به من تراشک شیشه ای رو بدی. صبر کو تو چی میکنی هوا؟ بیبی پیش از اینکه پوستش کنی تراشش کو که ویتامینایش هم برایه. به خاطر که توپراکم همه قسم میکرد. تو غیر از اینکه مرا یاد بدی دیگه کدام کاری نداری؟ نه من تمام کارهای خود خلاص کردم. تو که از برو متوجه طفل باش. تشویش نکو، جمیله پیشش است. خب اگه تو است تو هم برو. خانم تو اینجا بیا. او در داخل چی میکنه؟ میوه تراش میکنه خانم. توبه هنوز طفل نخوابیده، او برش میوه آماده میکنه. خانم من برش گفتم اما گوش نمیکنه.
ای خود چیز نیست. کم مانده بود که برش نارنجا پوست کده بده. و زور از دستش گرفتم به خدا. زیاد میخواید هر کار دست بزنم ما هیچ چیز نمیفهمم. توبه ازی توبه. اگه اجازه بدیم که از طفل مواظبت کنه حتما کدام بلای سرش میاره. خوب گوش کو پنر، به هیچ صورت هواره تنها نمانین. اگه خدای نخواسته طفل کدام چیز شوه باز وقت کل ما تباهات شدیم. درست است؟ سلطانه کجاست؟ نمیفهمم. توبه هر وقت که من این زنه کار دارم بازی گم میشه. خب تو ده اینجا چی میکنی؟ زود برو به کارت برساله. خدایا تو دیگه صبر بده. ای چی هست؟ تو چی کردی هوا؟ شکم تمام قریه را سیر میکنی؟ دایی چی گپ است پنار؟ ای خو میوه است، به طفل کدام ضرری نداره. هوا طفلک بسیار خورده است، نمیتونه کلی را بخوره، میدیشه درد میگیره. چرا در کار مداخله میکنی؟ توبه سر هر چیز گپ میزنی، خود فهمیده نشان نده. خب خالیم کجاست؟ دیده نمیشه. من چی بفهمم؟ اعصابش خراب بود بیرون رفت. خوب است یک کم هوا خوری کنه، آرام شده پس بیایه. خب دیگه اینا رو جمع کن، بجایی که بیکار باشی اینا رو باشه، زود باش. خیاش نه، تو یک خانم خوش قدم هستی. قدمت که اینجا موندی مطمئن هستم که کارهایم بسیار به خوبی پیش میره انشالله. بچه یعنی تو تصمیم خدا گرفتی که امرا شوهر خالد کار کنی همه تو نیست؟ بله البته، تا وقتی که از دانشگاه برام خبر نیایه از بیکاری که خوب است. یعنی اینجا جای بیکاری است بچیم؟ تا حال خو چیز معلوم نیست کاکا، ببینیم که چی میشه. هرچی باشه به خیرتان باشه. با خدا چایتان بسیار مزه‌دار بود. به من یکی دگام بیار بخیز بچیم. همیاله براتون میاره مادر. تنها چای نبیر بچیم، همراش یکم کلچه و کیکم بیار، درست است؟ چرا نمیگین که میخواین همراه کاکایم به تنهایی گپ بزنین مادر؟ خب بگو ببینم جنید چی کار داری؟ من جنید دیوانه را هیچ کار ندارم. شنیدیم که در محفل آمده بود، با خاطر هوا به تشویش بودم، از این خاطر میخواستم از تو پرسان کنم. با خدا خیاش نه، تو هیچ هوا نشناختی و آدمای مثل جنید سر انگشت میچرخونه. به خاطر خراب کردن نامزدی آمده بود، چی رقم آزاد شده؟ نمیفهمم، نمیخوایم هم بفهمم. تنها چیزی را که میفهمی است که او دیوانه را هوا پس روان کرده. حال موضوع جنید تاریخش تیر شده، خیاش نه تیر شده. ایره تو میگی اصلا؟ او همین نیست مراد بیادر؟ امین؟ الا دیگه بچیم دان خدا باز کن. بیبی مادرت برات غذا آماده کرده، الا دیگه بخو جانم. هوا بیبی طفل تو را نمیخواه، هر وقتی که در بغلت میگیری گریه میکنه. بتی با من تو یک دقیقه مرا آرام میمانی یا نه؟ الا مادر جان، الا دیگه جانم، تو را لطفا گریه نکن لطفا. هوا گفتم به من بتی، چرا نمیفهمی؟ پنار تو دیگه کدام کاری نداری که از صبح تاله بالای سر من استادستی؟ کار من همی از هوا، پرستاری طفل. از این بعد ای کارت نیست. بعد از این من مواظب توران خاد بودم. حالا از اینجا بیرون شو. نمیرم، خانم حمیده قهر میشه. پنار حالا دیگه مام خانمی خانه محسوب میشم. بهتر است از اینجا برایی. اگه این رفته کار چیزا به خانم حمیده میگم. برش میگم که همراه مراد دایی خانه چی کارا میکنی. خدا برکت بندازه. کابه صبر که خیاش نه، یک دفعه با کار شروع کنیم باز بیبی که چی چیزهای دیگه برات خواد آوردیم راز میگم خیاش نه.
امین جان مرا به تشویش نسازی، یگان وقت برم زنگ بزنی. هر وقت که بخوای آمدن میتونی، کسی برای چیز گفتن نمیتونه. درست است مادر. حال خودتو میگی اما حتما از یادت میره بچه. خداوند کارتان برکت بندازه. حالا میخوای به قصر بری؟ نه خیر، یگان جای کار دارم، باید اونجا برم. باز بعدن به قصر میرم. خب دیگه حالا باید ما برم. چطور هستی بچه کاکا؟ تشکر، ما خوب هستم. کار بادا چی شد؟ امروز قرارداد امضا کردم. فکر کنم با فایده ماست. دختر لایق معلوم میشه. بله راست میگی. فکرت کدام جای دیگه از بچه کاکا چی شده؟ چیزی نیست، کمی خسته هستم. کدام گپی شده؟ همراه یوا کمی بحث کردم. بحث هم نه بلکه همراهش جنگ کردم. تو چی میگی؟ شما دو نفر چطور تونستین با هم جنگ کنین؟ من باور کردن نمیتونم. حتما کسی شما رو نظر کرده. خب قصه کن که چی شد؟ راستش چی بگویم، کلش گپای بیمانیست. اگه او گپا رو یاد کنم دوباره عصبانی میشم. ده قصهش نباش. منور؟ سلام جانم. من فکر میکردم شاید تو نوقتر بیایی. کدام کار مهم داری؟ نه یعنی کار دارم اما مهم نیست. بیا که بریم اونجا بشینه. ای چی حالت هست سلما؟ فقط که نزدیکترین دوست منه، بلکه کدام شخص دیگه رو دیده باشم. نه خیر، این گپ دیگه از کجا شد؟ فقط یک کمی هیجانی شدم. جالب است. میفهمی وقت همینم دیدم رفتارش کاملا مثل تو بود. هرچی صدایش کردم هیچ جواب من نداد. به نظر من شاید او تو رو ندیده باشه و صدایتم نشنیده. نه خیر سلما، او مرا دید. با طرفم خوب سلام کرد اما سر خود پایین انداخت و رفت. من شما را در پیش حوزم دیده بودم، اردوتان بسیار صمیمی معلوم می شدین. شاید او به تو بعضی چیزا را گفته باشه سلما. او حتی یک بارم زنگ نمیزنه، بسیار عجیب رفتار میکنه، مثل بیگانه شده. او به من هیچ چیز نگفته منور. از او بسیار وقت میشه که من امینه ندیدم. راست میگی؟ گفتم شاید امینم را تو گپ زده باشه، اما تو هم میگی که برای چیز نگفته. وقت و یگار از زندگیم برامد فکر کردم کل چیز خوب میشه. بیادر مام درباره ما و امین میفهمه. نمیفهم او به خاطر گپ زدنم رایش منتظر چیز. بیادر ما بان حتی وقت مرا میبینه قسم رویا میکنه که مرا ندیده. با نظر تو چرا یک قسم رفتار میکنه؟ روز بخیر. بفرمایین. جونت کجاست؟ یک چند دقیقه پیش برآمد. او خدا، میفهمی که کجا رفتم؟ گفت پیش یک مشتری خود میرم، امروز کم کار دارم. میشه شماره جونت در کاغذ نوشته کده برم بتی؟ خیرت از خاله جان، شما جونیت بیادر چی کار دارین؟ درباره یک موضوع همراهش گپ میزنم. شما امروز جونیت بیادر چی نسبت دارین؟ تو زیاد سوال کردی آقا. من خاله او هستم، از زندان آزاد شدم، میخوام یک بار ببینمش، فهمیدی؟ امروی او گپ زدن نمیتونم، بی پدر خودم چیزی گفته نمیتونم. هیچ نفهمیدم چرا از من فرار میکنه. فکر کنی هیچ و امینی نیست که در بدترین حالات پیش ما آمده و برام گفته بود که بسیار دوستم داره. به خاطر جدا شدن ما و ایگار جان خود به خطر انداخت، اما او حاله کاملا تغییر کرده. ببین منور، اگه راستش بگویم تو همون وقت به گپای امین هیچ گوش نکردی. من برات گفتم که این کارو نکن، همراه اویگار نامزد نشو، اما گپ مرام گوش نکردی.
بسیار وقت میشه که شما از هم جدا شدین. من فکر میکنم شاید احساس اون نسبت به تو تغییر کرده باشه. به نظرت یک چیز امکان داره سلما؟ یعنی واقعا او میتونه مرا فراموش کنه؟ چرا نمیتونه؟ تو خواستی همراه دیگه کس عروسی کنی. شاید اون حال کسی دیگر رو دوست داشته باشه. آرام باش جانم، آرام باش. یک دانیم. هوا چی میگی؟ بیبی لطفا زد نکو. تورانه به ما بده. چه قسم گریه میکنه؟ این طفل در شکم گشنه نمیخوابد. چرا نمیفهمی پنار؟ باش که برش میوه بتم، شاید این دفعه بخوره، بعدا خوابش میتم. الا بچیم، الا دیگه توران جان بخو، لطفاً کمی بخو. هوا اگه سر طفل زیاد فشار بیاری میترسه. تو برا کمی قسم میگفت. من میفهمم که چرا گریه میکنه. شاید به خاطری که از شیر جدا شده. این طفل شیر میخواه. تو آشپزخانه برو برای شیر تیار کن. زود باش پنار. پنار گفتم با آشپزخانه برو. اوف هوا اوف. لا حول ولا قوته. اوف اوف. یک طفل آرام کردن نمیتونن. خانم حمیده، بلیازه خدا لطفا یک کار کنین. او طفل بیچاره از بیخوابی کم از بین بره. میگم که بته بخوابانمش نمیته. زد کردم میگه که اول باید شکمش سیر کنم. خانم اگه او گوش نباشه باز میخوره، اما دهن خدا باز نمیکنه. حالا مرا روان کرد که برو برای شیر جور کو. هرچی که هوا میگه انجام بدی پنار. اما خانم شما گفتین که دخترم هوا کوشش میکنه مادر او باشه، اما باید کمکش کنیم. اما تو نیست. حالا برو هرچی که هوا میگه برش آماده کفا میدی. درست است پنار جان؟ حالا دیگه زود باش با آشپزخانه برو برای شیر آماده کو. طفل بیچاره بسیار گریه میکنه. حالا دیگه عجله کو پنار، باید شکم طفل سیر شود. بله مادر جان. یوسف جان زود خانه بیا بچیم. چی شده خیرت است؟ یوسف بچیم، نمیخواستم در این وقت برات زنگ بزنم، اما هوا اینجا آمده و زد کرده که من از طفل مواظبت میکنم، اما او ازش مواظبت کرده نمیتونه. ما بسیار ترسیدیم صدای طفل زمین و زمان نگرفته. او از طفل مواظبت کرده نمیتونه. گپ کسی رام گوش نمیکنه. خوب میشه که تو یک بار اینجا بیایی. هرچی نباشه او حال نابلد است بچیم. تو یک بار خانه بیا. حالا درست است بچیم؟ درست است مادر جان، ما میایم. حتما صدقه داده بودی که با آسانی از گیره او دختر خلاص شدی. من همیشه برات میگفتم که او دختر لیاقت تو را نداره. به هر صورت خوب شد که او پشت تو را رها کرد. البته چطور پیشنهاد یوسف خان جوغلو را رها کرده میتونست ها؟ بانشه که هر کاری میخواه بکنه، کافیست که از ما دور باشه. پدر جان، او موضوع دیگه بسته شده. شما هم درباره او گپ نزنین. به نظر شما کار جدید ما چطور است؟ پس تصمیمت قاطعی؟ تو میخوای یک دکان باز کنی ها؟ با ما بسیار خوب میشه پدر، یک دکان کوچک باشه. هر قسم دکان باشه فرق نمیکنه ها. چی ضرور است بچم؟ اینجا بیا با هم دیگه یک جای کار میکنه. پدر جان میخوایم خود مسئولیت پذیر باشم، لطفا مرا درک کنین. یعنی که نمیخوای همراه ما کار کنی؟ با این کارت میخوای که با ما یک مشکل دیگه خلق کنی؟ پدر جان، ما نمیخوایم به شما مشکل خلق کنیم، میخوایم از خود یک کاروبار داشته باشم. درست است. باز گپ میزنیم. بله
بله تو هستی جونت. ولی من خودم هستم. شما کی هستین؟ مرا نشناختی؟ من خاله خانم هواستم. زیاد بر زنگ زدم فکر کردم نخواد جواب بدی. راست شمارت از کارمند دکانتان گرفتم. گفتم امرت گپ بزنم. زیاد وقت ندارم. گپتان واضح تر بگوین. موضوعی نیست که تلفن گپ زده شود. باید از نزدیک با هم گپ بزنیم. چرا؟ موضوع چی است؟ بین ما و تو دیگه کدام موضوع بوده میتونه؟ البته که موضوع هواست. نفهمیدم. خود هوا خواسته کمرای ما گپ بزنین؟ پیش از که کدام کاری کنی یک بار درباره گپایم فکر کن. یعنی ما امین خوب میشناسیم. اگه اون مثل سابق می بود حالا یک قسم رویه نمیکرد. همونطور نیست؟ با گذشت زمان بسیار چیزا تغییر میکنه. زنده باشی سلما. و به امید دیدار. به امید دیدار. خوب هستین خانم منور؟ کدام خبر بد شنیدین؟ اگه خواسته باشین خانه بریم. باز به درستان خاط رفتین. نه خیر، تو امکان نداره. باید بریم. بیارین متوجه باشه. همین جوانه بچه برو چوکی را اینجا بیار. کدام چوکی را گفتی؟ به هر صورت. سلما تو چی میگی؟ جدی هستی؟ فکر کردی مذاق میکنم امین؟ خب درست است، بگو تو را چی شده سلما؟ میخوایم از نزدیکی گپ برات بگویم. درست است سمیال میم، تشویش نکن. بسیار خوب، موضوع منور که باشه کاروبارت از یادت میره. میبخشی اما من فعلا کار دارم. کمی مصروف هستم، باز برات زنگ بزنم. سلما خدا لعنتت کنه. احتیاط کنین. ها بیا. حسابی اینا را مستقیم پیش خانجی اغلا میبری، فهمیدی؟ او پرداخت میکنه. برو دیگه، خداحافظ. چوکی کاملا مناسب خودم است. مدیر شدم. بفرمایین راهنمای معاملات رمزی. آفرین به تو حالی هستی رمزی. تشکر. جنید من خو آمدم. درست است. بیا بچه‌م بیا. مادر، صدای طفل حتی از بیرون شنیده میشه. شما اینجا شیشتین؟ یعنی حال ما گناهکار شدم اما تو؟ بلیاز خدا ما چی میکردم بچه‌م ها؟ او دختر زد کده و میگه من از طفل مواظبت میکنم. ما اینجا شیشتم و هیچ چیزو برش نگفتم. اما میبینی دیگه گفتم شاید به یکی دیگه عادت کنن. خوب دیگه هرچی که باشه بازم نام ما بیچاره خوششوه از بچه‌م. بیبی
بله یاز خدا بی بچیم. همه قسم که مشنوی از صبح تا به حال صدای نواسیم کل جای گرفته. نه خیر، ما به این شکل ادامه دادن نمیتونیم. این طفل به اینقدر آسانی امرای هوا عادت کردن نمیتونه. با وقت ضرورت داره مادر. آی تو چی میگی؟ وقت چی؟ یک دفعه بیا اینجا بشی. بیا میخوایم برات یک گپ بگوییم. چی میخواین بگوین؟ تو خو یک بار اینجا بشی بازم رد گپ میزنم. طفل گریه میکنه. بله البته که گریه میکنه بچه. طفلک خو از صبح تا به حال گریه کرده میره. گوش کو برات چی میگم. تو از کارهایی که نامزدت هوا کرده هیچ خبر نیستی، اما او بسیار تغییر کرده. بله سلطانه برم گفت که فکر میکنه توپراک هوا به اونجا روان کرده. من به گپاش باور نکردم، اما حال فکر میکنم که راست میگه. بله این دختر خواهر خوده مجبور به عروسی کرده. اگر نی توپراک چطور دفعه تنه قسم یک تصمیم گرفته میتونه؟ حالا ما چی کنم مادر؟ بچی قلب من راحت نیست، راحت بودن نمیتونه. خوب است متوجه طفل باشه، اما او فعلا چیزی را نمیفهمه. گپای ما را گوش نمیکنه. 1000 بار برش گفتم بان که برات کمک کنم، اما نه خیر. او دختر ضد کرده و میگه که فقط من متوجه طفل میباشم و بس. خدای نخواسته کدام بلای سر او طفل نیاره. باز او وقت کدام کاری از دست ما ساخته نیست. ما برات یک گپ بگویم. ای دختر توپراک خو از اینجا روان کردم، ما هنوزم امروش بخیلی میکنه. من میفهمم چی ضرورت به ای بخیلی داره. تو به مادر. خوش آمدی. بله خوش آمدین خاله. حالا میشه گپایتانو بگوین؟ چرا میخوای ایستاد باشی؟ بیا بیشی بچیم. من این گپا بسیار خوب میفهمم که تو هوا رو چقدر دوست داری، اما معلوم میشه که تو به گپایم گوش نمیکنی. صحیح شد. حالا قصه که چرا هوا تو را پیش ما روان کده. من میفهمم که تو هوا دختر ما بسیار زیاد دوست داری، اما این دوست داشتنت کافی نیست. یه قسمه هیچ چیزی را به دست آورده نمیتونی. این گپتان چی منو میته؟ من به محبت بسیار احترام دارم. تو متوجه نیستی، اما من بسیار کوشش کردم تا تو هوا بتنین با هم دیگه یک جای شوین و عروسی کنین. اما تو هیچ دقیقه این موضوع نبودی جونت. یعنی چی؟ ما اصلا شما را تا حالا ندیدیم و نمیشناسم. شما چرا کوشش یک جا شدن ما را کردین؟ دگه گپا خوب هر صورت. ایره بگوین که هدف اصلیتان چی است؟ چی است خاله جان؟ بگوین. نه زودتر کدام گپا بگویم؟ تو فرصت های زیادی را از دست دادی. میتونستی دل هوا را به دست بری، حتی اگه میخواستی میتونستی همراه هوا عروسی کنی، اما تو چی کردی؟ با شما چی؟ ما این موضوع را بسته کردیم. دیگه پشتی موضوع نگردین خاله جان، فهمیدین؟ اگه موضوع بسته شده بازم مقصر هستی. حمیده خانم پیش تو آمد و برات گفت که بین تو و هوا کدام رابطه وجود داره، به جایی که برش بگویی خاموش بودی. خب وقتی که به خانم حمیده چیزی گفته نتونستی، پس چرا به محفل نامزدی هوا آمدی؟ پس چرا رایتا گرفتی و رفتی؟ مثل مرد می آمدی و معشوقیت به دست می آوردی. وقتی تا اونجا آمده بودی باز به کلگی همه چیز میگفتی که هوا نامزادم است. میفهمم تا آخرین لحظاتم از فریبکاری های خانم هوا خبر نداشتی بچیم. وقتی دستش به دست کس دیگه دیدی چرا چیزی نگفتی؟ به می خاطر به تشویش بدم. حالا دیگه توران خوابید، شما تشویش نکنین یوسف خان. درست است بنار، زنده باشی. حالا دیگه ما بریم. بنار میفهمه که چی کنه.
هوا به تو چی گفت که قسم منصرف شدی ها؟ اون چطور تانست داره قسم راضی بسازه؟ بیبی بچه جان طرف من قسم سل نکو. تو به خاطر او دختر خدا همراه خانجه و غلوها زدی. حالا چرا دهنت مهر کردی؟ یک چیزی بگو. به تو میگم جونت چرا جواب نمیدی؟ یا که از هوا خانم میترسی؟ تو چرا به من دروغ گفتی ها؟ معلوم دار است که هوا تو را روان نکده. این سوالا را از هوا میپرسیدی که او برای جواب میداد. بهتر از حال سر اصل موضوع به ای خاله جان. هدف اصلی چی است؟ ای را بگو که این موضوعات بهانه کرده چرا پیش ما آمدی؟ ما کجا میریم؟ با موتر سوار شو. یوسف میخوایی به من جواب بدی یا نه؟ چرا آمدی من از اونجا آوردی؟ من باید از سوران مواظبت کنم. باز چرا قدر عصبانی سیما خواهید نفهمیدم. یعنی که تو بالای من اعتماد نداری؟ فهمیده شد. تو فکر کردی که من نمیتونم از سوران مواظبت کنم به خاطری که فقط کار توپراک است. باس است دیگه. از صبح تا حال گپای ناقطه را شنیده میرم. اگه میخوای پایین شده میتونی. هوا میشه کمی آرام باشی تا با هم دیگه گپ بزنیم؟ کجا میری؟ حتما کدام راه حل داری که میری؟ با تو کی گفت که من راه حل دارم؟ ای گپا بفهمین من دیگه امرای هوا را به تنه دارم. نه امرای تو و نمیخوایم امرای کسی دیگه گپ بزنم. بهتر از شما پشتی موضوع ایلا کنین. یوسف میشه بگویی ما چرا اینجا آمدیم؟ درباره چی گپ میزنیم لطفاً بگو. تو را چی شده هوا؟ چرا قسم رویا میکنی؟ چی قسم رویا میکنم؟ تو هوای سابق نیستی. حریص شدی، بخیل شدی، بدخوی شدی. تو چرا ایت شدی؟ این گپا دیگه از کجا شد یوسف؟ من بسیار به علاقه خواستم که از سوران مواظبت کنم. خواستم امروی طفل مصروف شم تا او نبوده توپراک حس نکنه. تمام اینا گناست؟ البته که نیست. اما موضوع تنها ای گپ نیست. پس دیگه چی گپ از یوسف بگو نه؟ اول خود دیوانیم کردی و گفتی که چرا دکانه به نام توپراک کردی. بعد از او مسئله عروسی توپراک. و حالا هم خود توران دو تا قفل کرده مادر من ناراحت ساختی. ما هیچ کس ناراحت نساختیم. باز مادر تا به هیچ صورت. بابا چیزایی را که سب درباره توپراک گفتی نمیخوایم دوباره تکرار کنم. ولی از خدایی کارایی را که تو میکنی اصلا به تو نمیزیبه.
چرا این قسم رویه میکنی؟ همیشه فقط در پشت یک بهانه میگردی. شاید تو نخواهی که گپا را تکرار کنی. وقتی امروز صبح من درباره توپراک کل چیزا برات گفتم، بجایی که تو به گپایم گوش کنی و مرا درک کنی، فقط بار مرا آزار دادی. من جگرخون شدم. هوا، یعنی تو به خاطر این مفکورای غلطه که داری کدام وقت جگرخونم شده میتونی؟ ها؟ درست است، من فکر کردم شاید تشویش نامزدی باشه، اما نامزدیم خوب گذشت. اما تو با عوض که خوب شوی بدتر شدی. به خاطری که من هر کاری انجام بدم شما را خود ساخته نمیتونم. شما فقط من مقصر هر کار میدونین. حتی در کارهایی که مربوط من نمیشه من مقصر هستم. توپراک خودش تصمیم گرفت که عروسی کنه و از اینجا بره یوسف، اما کلتان من مقصر فکر میکنین در حالی که من در تصمیم او دخالت نکردم. کلتان درباره توپراک فکر میکنین این که هواکی است، در قصهش نیستین. تمام خانواده تقناق طرفداری توپراک هم میکنن. اما شما یک چیز فراموش کردین، ای که هیچ کس به اندازه ما به خاطر رفتن توپراک جگرخون نشده. هیچ کدامتان به اندازه ما توپراک دوست داشتن نمیتونین. ما پشت خواهرم بسیار دق شدیم. او با رفتنش نصف وجود مرا با خودش برد. بهترین و نزدیکترین دوست من، نور چشم من هفت یوسف. تو یک دفعه طرف خودت دیدی؟ تو بالای من اعتماد کردن نمیتونی. تو به یکی گپایی که گفتم باور نمی کنی. من برات میگم که توپراک عاشق تو بوده. او عاشق تو بوده. او خواهرم است، من احساساتش خوب میفهمم. قبول کردن این گپ برات مشکل است نه؟ اما باور کن به من مشکل تر تمام شد وقتی من فهمیدم تمام دنیا پیش روی چشمایم تاریک شد. میفهمی چرا اولین بار که تو به من پیشنهاد عروسی کردی من رد کردم؟ من به خاطر فرار کردن از غمی که در قلبم بود به استانبول رفتم، فقط به خاطر که توپراک ما را با هم نبینه و جگرخون نشه. از تو، از خودم، از عشق ما، از گلش فرار کردم. میفهمی من به خاطر حفاظت عشق ما چی کردم؟ میفهمی با چی کارایی دست زدم یوسف؟ تو هیچ اینا رو میفهمی؟ از این گپا خبر داری؟ ما فقط ایره میخواستم بفهمم که تو چرا این قسم شدی. تو کدام وقتی با هم واجه پر تلاطم دریا مواجه شدی؟ ها؟ هر چقدر سپا میزنی که از یک جای محکم بگیری، اما هیچ جایی برای محکم گرفتن پیدا نمی کنی. باز در او حالت کوشش کردی که زنده بانی؟ تو کوشش کردی کدام وقت همراه تقدیرت بجنگی؟ ما جنگیدیم، غرق شدن به چشمایم دیدیم. او هم فقط به خاطر تو، به خاطری که تو را دیوانه‌وار دوست داشتیم. اما اگه حال تو به من اعتماد نکنی من میمرم. اگه کدام روزه کدام گپ در دلت بانی و از من روی بگردانی من از بین خواد رفتم. چی بیش از من روی نگردان لطفاً. روزی که من از تو روی بگردانم ما هم زنده بودن نمیتونم. هوا، میخوایم تمام عمر من همراه تو سپری کنم، تمام عمر من.
یوسف کجاست؟ همراه هوا بیرون رفتن. یعنی که در بیرون نان خود خوردن؟ انشالله که گپ تو راست باشه یولماس خان. خیرت از خانم کاکا. نکه کدام گپ شده؟ نه خیر بچیم. دیشب توران کم نارام بود. او نارام خواب ساخته. دیدم که لب روی اردویشان کشال بود. در بین نو نامزاده ای گپا میشه دیگه خانم. تورانم بعد از چند وقت به هوا عادت خود کرد. یک بار اینجا بیا. چی گپ است؟ بیا گفتم. امروز بادا آمده بود. چند دقیقه پیش برم زنگ زده بود. بسیار تشکر کرد. بله قرارداد امروز امضا کردیم. از این بعد امروز ما کار میکنه. باده همو دختر آقا جلاله میگی؟ امو باده. خوش کردین دختره. خوشتان آمد چطور؟ میتونم امکان داره خانم کاکا. هم دختر بسیار هوشیار است و هم بسیار خنده روی. من خب برات گفته بودم بچیم. خب یوسف چطور؟ یوسف همو دختر خوش کرد؟ فشارش چند است خواهر؟ فشارش چند است خواهر؟ اما قسم شما استف پرستاری میکنین دختر. خوب است که توران بیچاره را چیزی نشده. به همه اشتهای خوب. خوش آمدی جانم. بیبی سلطانه به تو چی چیزای مزه‌دار آماده کرده که به اشتیای خوب غذا بخوری. همه غذاها را فقط به خاطر تو پخته کرده. خوش آمدی دختر مقبولیم. روز چطور سپری کردی؟ درس چطور پیش میره؟ خوب پیش میره پدر جان. از دیگر که ناوقت شروع کردی. تا وقت امتحانات خود رسانده میتونی؟ البته جانم مجبور هستم که خدا برشان برسانم، به خاطر که در زندگی هدف غیر از کامیاب شدن ندارم. خانمم میده یک دفعه بیاین. توران بسیار تب داره. های خانم نرس چی میشه کمکم کنین؟ نواسیم تب داره کار کنین. بعضی سوالا را درباره طفلستان پرسان میکنم. تو جواب بدی برشان. طفل چند ماه است؟ 7 ماه است. قد و وزنش میفهمین که چقدر است؟ البته. آینه توبراک پیش از رفتن خود توران پیش دکتر برده بود، اما حال نمیفهمم. میشه بگوین که گروپ خونش همراه پدرش یک چیز است یا مادرش؟ نه. چرا سوال کردی؟ کدام گپ مهم است؟ بله خانم، شاید برای طفل خون ضرورت شود. خانم محترم گروپ خونش هم میفهمین؟ جانم تلفنت جواب بتنی؟ بله پدر. چند دفعه میشه که برای زنگ میزنم چرا جواب نمیدی دختر؟ با رئیس جمهور ملاقات داشتی؟ نشنیدم پدر، این حال جواب دادم. اگه دنیام در بگیره تو دقیقه سیج نیستی؟ تو بفهمی که چی گپ شده؟ امرای یوسف هستم پدر جان. توران مریض شده. حال هر دوی ما طرف شفاخانه میریم. او ربانه زود تو اینجا بیا دختر. پیش توران 40 نفر است که مواظب او باشن. تو خدا نجات بده اگه نی بدبخت میشی. چرا باز چی شده پدر جان؟ خالد بازم میخواد کدام گله به آب بده. تو زود خدا برسان. گفتم نه امرای یوسف به شفاخانه میرم. کاش که دخترم خالد امرای جونی دیدم که گپ زدن میرفتن. بعد از اون پیش ما اومد میگفت که جونیدی دور گفت یه چیز فهمیده نتونستم. چی؟ چطور؟ تو مطمئن هستی پدر؟ شکر که کنز گوشاید میشنم و دختر لوده حال برام بگو که پیش توران میری یا میری پیش خالد امرش گپ بزنی. درست است پدر، درست است. فهمیدم. چی شده؟ کدام اتفاق بد افتیده؟
مادر پدرم با هم دیگه جنگ کردن. مادرم هم خانه رو ایلا کرده رفته. پدرم گفت کمیال پشت مادرت برو. شاید خانه همسایه رفته دیگه جایی نداره، رفتنش مهم نیست. مریض از او خاطر به تشویشش هستم. من باید برم ببینم چی گپ است، بعد از او شفاخانه میایم. درست است؟ درست است، هر قسمی که تو بخوایی. چطور از خانم کاکا؟ دوران چرا تب کرده؟ آی چی بفهمم، نواسیم ده تب سوخته میره. دکتر پیششه. به خاطر تبش دکتر سرش آب منداخت. به خدا تحمل کردن نتونستم، برآمدم بیرون. من برم یک بار ببینم که چی گپ است. نه تو برو یک کار دیگر کو. تو عاجل خانه برو سلطانه. دکترها گفتن که امشب باید اینجا باشه. تو به توران یگان چیز آماده کو بیار. همرت کارت واکسینشان بیار. از ورخطایی فراموش کردیم که بیاریم. با مام یگان چیز به پوشیدن بیار. درست است. مادر چی شده؟ ای چی بفهمم بچیم. طفل بسیار تب شدید داشت. اگه می دیدیش بیچاره درست نفس کشیده نمیتونست. بیچاره. لطفاً از اول برام قصه کنین که چی شده. چرا پیش تو آمده بود؟ در مورد چی پرسید؟ آرام باش برات بگم. از آمدن جنید نامزادی خبر شده. بعد ازش پرسیده که چرا پس رفته. چی؟ از آمدن جنید به نامزادی از کجا خبر شده؟ نیکوره دیده؟ حتما کدام کسی برش گفته که بعد از نامزادی خبر شده. اگر نه جنید اونجا می آمد تمام گپ خلاص میکرد. اگه من اون نفر پیدا کنم از بین میبرمش. خب دیگه چی گفته؟ دیگه چیزی نگفته، یعنی کدام چیزی مهمی نگفته. از دکان که همراه مشتری ها پایین میشدم متوجه شدم که سلطانه و جنید در کنج یک رستوران نشستن و با هم گپ میزدن. عاجل خودت یک گوشه پد کردم، به خاطر فکر میکردم شاید اونا کدام برن، اما برعکس شد. جنید دفتن از جای خیست و رفت. سلطان هم طرفش لق لق سعی میکرد. خدا جزای شبته. باز هدفی زن احمق چی است؟ خواستای خدا سر تو قبولانده نتونست. حالا میخوای همراهی و هم دست شوه. سلطان حال در مقابل تو از جنید لوده استفاده میکنه. دختر زن دمی نزدیکی و قبر اردوی ما را میکنه. باز نگی که نگفتی. این قدر هم آسان نیست پدر. اگه جنید میخواست کاری کنه باز امون روز نامزادی پیش یوسف میرفت و تمام گپا را میگفت. اما نیو قسم نشد. به خدا او مار است. من خوب میفهمم که دانو را چی قسم بسته کنم. حتی از زندگی کردم پیش مالش میسازم. باز خواد دیدی پدر. حالا چیری اصلی هوا را خواد دید. گپ ناق نزن دخترم، گپ ناق نزن. دایی هوای سرد بیرون چرا استاده سی رمزی؟ چی گپ شده؟ هوا کجا میره؟ ایام صبات امشب. شب بخیر. شب تو هم بخیر. خوب شد که کارت خلاص شد. دیروز از پیش دکان تیر می شدی. فکر میکنم به یادت می آمدم. حالی از او خاطر اینجا آمدی. سلما ببی زیاد کار دارم. از دکان برآمدم گفتم بیایم یک دفعه تو رام ببینم. 2 ساعت است که اینجا منتظر هستم. با منور خود چیزی نگفتی سلما؟ برش گفتم که تو عاشق من هستی. چی؟ تو میفهمی که چی گفتم؟ میری دختر دیوانه؟ درست است. آرام باش، چیزی نگفتم. تو مذاقم نمیفهمی همین جان. همراه مذاق نکو. در مورد منور همراه میقسم مذاق نکو. راستش من هر چیزی که میگم حق دارم که بگویم. به خاطر که من حق به جانب هستم. همین تو مثل یک عاشق همراهیم رفتار کردی. ما هم دیگر را دوست داریم. هر وقت که در این دکان داخل میشی همون لحظات به یادم میایه. هر طرفه که میبینم تو پیش روی میایی. در چهار اطراف این هتل فقط تو را میبینم. اما این گپا بفایده است. اگه محبت تو مذاق بوده باز ما حق دارم که همراهیت مذاق کنم. درست است؟ سلما درباره این موضوع قبلا گپ زدیم. من کوشش میکنم این موضوع را بسته کنم اما توی ادامه میتی. چند بار ازت معذرت خواستم که اشتباه کردیم. ما تو را هیچ وقت به اون نگاه ندیدیم. بین ما و تو هیچ وقت محبت بوده نمیتونه.
به خاطر خود نمیگم، به خاطر نزدیکترین دوستت میگم. بیبی لطفا این گپا را فراموش کو. با منور هیچ چیز نگو، درست است؟ اگر این قلب او خواهد شکست ازت خواهش میکنم. من تو را فراموش کردن نمیتونم، هیچ نمیتونم تو را رها کنم، به خاطری که دوستت دارم. همراهیم قسم نکن، مرا تنها نمان. میفهمم تو هم همین را میخواستی، تو هم مرا دوست داری، اما میخوای از خاطر منور این کار کنی. من تو را خوش نگاه میکنم. همین بس از دیگه سلما، لطفاً برایم یک فرصت بده. میفهمم منور بین ما فاصله ایجاد میکنه. تا امروز منور برات بدون درد و غم هیچ چیزی نداده، اما ما برای تمام خوشی‌ها رو میتونم. بس از دیگه سلما، به خاطر همین گپای ناق مر اینجا خواسته بودی ها؟ چرا واقعا به منور نمیگی که بفهمه؟ اما دم این نزدیکی‌ها کل چیز خود فهمید. خاله چی شده؟ توران چطور است؟ پشو سر رایم پشو. مراد چی شده؟ چرا پس آمدین؟ دیگه توران چیزی شده؟ کدام گپی نشده. حالت توران هیچ خوب نیست. تبش پایان نمیآید. یگون چیز گرفته، پس به شفاخانه میریم، درست است؟ من میفهمم. تمامش از دست هوا شد. دست من حسوب طفل خورد. طفل مریض ساخت. فهمیده نفهمیده هر چیزی که در دستش آمد بر از او خوراند. میترسم کاری که با دختر توپراک شد خدا نخواست همراه توران ما تو تو چی نشه. گفتم میری مراد؟ هیچ متوجه گپایت نیستی. توران فقط تب داره. همین که دوا خورد جور میشه. حالا دیگه خدا نگاهی ما کنه. ما باید برم. اگه قسم ببینیم ما باز خودت میفهمی که چی میشه. درست است. هوا فکر میکنم که تو خبر نداری کلگی به شفاخانه رفتن، توران مریض شده. خبر دارم پنار. خالم کجاست؟ چی کارش داری؟ تو را چی؟ حدت بشناس پنار. گفتم خالم کجاست؟ دبالاست. ای کارت واکسین دیگه کجا گم شد؟ با خدا هیچ به یادم نمیاد که او را کجا ماندیم. اگه پیداش نکنم خانم حمیده حق من خواهد داد. آی دختر تو بودی، ترساندی مرد قار خدا نشی. تو چرا متوجه کارت نیستی؟ باز کدام گل با آب داری ها؟ پس تو دختر ای چی بهتر بگیز؟ آدم که تو را وقت داد با سرشانای آدم بالا میشی. ما کدام گل با آب دادیم؟ زودشو برم بگو. پیش جلوت چی کار داشتی که رفتی ها؟ با هم دیگه درباره چی گپ میزدین؟ باز چی رخشه داری؟ زود بگو. اگه نمیگی خودم سر گپ میارمت. معلوم میشه که تو مرا تعقیب کردی. از اینکه از ملاقات ما خبر شدی، شاید از گپای من با خبر باشی. خاله ببین کاسته صبر مرا لبریز نساز. توبه توبه، تشویش نکن خانم هوا. درباره گذشتت گپ نزدیم، کمی با هم راز دل کردیم. چرا چپ شدی؟ حال گفتنی داری؟ بله دارم سلطانه خانم، بسیار گفتنی ها دارم. امروز تو برات نگفتم که خود امرای من ازن. اگه بخوایم تو را از بین میبرم باز کی نجاتت میده ها؟ این کار ناممکن است. فهمیدی؟ از وقتی که چله را دستت کردی خود صاحب خانه فکر میکنی؟ اگه من نمی بودم باز یوسف طرفت سلام نمیکرد، حتی تو رو در خانه کسی نمیموند. تمامش از برکت ما، از برکت ما، از برکت سلطان است. اما گذشتیت فراموش نکن دختر. ایلم کو حال برات نشان میتم که بدونی چه قسم حکومت میکنی دختر احمق. طرف ما بیبی جا باش.
خوب به گپایم گوش کو. از این تهدیدایت خسته شدیم، از دروغایت، از این بازیایت. من کوشش میکنم به خود خانواده بسازم، اما تو کوشش میکنی من رسوا بسازی. لطفاً خاله دیگه پشت من ایلا کو. اگه یک بار دیگه این موضوع را یادآوری کردی قسم میخورم که تو را از بین میبرم. فهمیدی؟ باز درباره تو کل چیزا به یوسف میگم بهتر از چوب باشی. چوب نمیشم دختر. اگه قدرت داری مرا چوب بساز. تو اگه جرأت داری یک دفعه نگام گپ بزن باز ببی که من چی میکنم در خونه خودت غرقت میکنم. طرف خود ببین هر دفعه که سرت فشار میاد چطور دست پایت گم میکنی، چطور سرخ میشی دختر احمق. اما چری اصریت به زودی معلوم خود شد. اگه همه قسم خود همراه من بزنی و تحقیریم کنی تو را توسط خودت از بین میبرم. دم قبری که تصمیم داری مرا دفن کنی من تو را همراه خود یک جای دفن میکنم. میتونی یک بار امتحان کنی باز ببینم که چقدر جرأت داری. دیوانه شدی دختر؟ گفتم اعلام کن. ها دیوانه شدیم. تو باعث شدی که دیوانه شوم. بعد از این باید از من بترسی. فهمیدی؟ ده اصل تو باید از من بترسی احمق. مرا عصبانی است. خوب گوش کن. به خواست خودت با عزت تمام لباسات جمع کرد از این خانه گم میشی. اگه این کار نکنی به ضررت تمام خواهد شد. فهمیدی؟ به ضررت تمام خواهد شد. خانم کاکو زنده باشی بچه. یوسف چی شده؟ توران خوب است؟ نمیفهم دکتر با معاینه بردنشه. ما منتظر هستیم. تشویش نکن جانم، بچه ما را هیچ چیز نخواهد شد. درست است؟ خوب است که تو هم رایم هستی. یک دوست دوران مکتبم است که در دکان فتوکپی کار میکنه. پیشش میرم اگه تونستی گزارش تغییر میدم. شما تشویش نکنین. درست است دختر، اما اگه کسی فهمید باز چه خود کردیم؟ کاملا مثل همی اوراق میباشه. هوا این کارهایی که ما و تو میکنیم آیسته آیسته تمامش برملا خواهد شد. بازو وقت هیچ کاری کردن نخواد تانستیم دختر. ما خب کدام کاری نکردیم پس چرا بترسم خاله جان؟ یوسف خان میخوایم در مورد وضعیت توران امرایتان گپ بزنم. اگه خواسته باشین با هم گپ بزنیم. کی میره و کی ده اینجا خاتمان؟ حالا معلوم میشه هوا خانم.
نتیجه ناخواسته معایناتش آمد. دیدم میشه که در خون توران از طریق غذا زهر داخل شده. زهر داخل شده؟ در معاینات بعدیش خوبتر خواد فهمیدیم، اما این معاینات که به خاطر تبش انجام دادیم همین نتیجه را به ما نشان میده. مادر طفل شما هستین؟ نه خیر، مادرش از دست دادیم. ای که به طفل چی خورانده شده ما باید بفهمیم. ای که تا زور چی خوردن هم میفهمم دکتر صاحب، اما بعد از ظهر ما به او کم میوه دادم. کدام میوه را برش دادیم؟ به خاطر که شیر مادر جدا شده باز ما برش ناک تلاش کرده دادم. به خاطر که نارامی میکرد برش شیر چوشک دادم دکتر صاحب. قبل از استفاده تاریخ شیر دیدین؟ یا ای که سر قوطی چی وقت باز شده را میفهمین؟ نه خیر نمیفهمم. شیرم زهری شده میتونه؟ خب شیر باید بعد از باز شدنش در مدت 4 هفته استفاده شود. اگر حفظ الصحه‌اش یا به پاک بودن جای نگهداریش توجه نشه سبب زهری شدن شیر میشه. ما اینا رو نمیفهمم. بیشتر وقتا خدمتکارایی کارم میکردن. کاش که میموندی دفعه دخترایی کار انجام میدادن. غیر از شیر و میوه کدام چیز دیگه برش نخوراندی؟ نه خیر نه. مثلا مثل چای شیرین یا کدام چیز دیگه؟ نه دکتر صاحب چیز دیگه برش ندادیم. هوا خوب فکر کن جانم، چیز دیگه برش ندادی؟ نه یوسف ندادیم. مطمئن هستی؟ پنار گوش که چی میگم. من میرم شما متوجه خانه باشین، درست است؟ خاله در بالا چی گپ بود؟ صدای هوا تا اینجا میامد. خاله سلطانه چی شده؟ نه که با هم جنگ کردین؟ جنگ چی دختری گپ دیگه از کجا پیدا کردی؟ خاله مثل دیوانا چیخ میزد، حتی از ترس من نتونستم بالا بیایم. او احمق اقدر جرأت نداره که سر من چیخ بزنه. اگر نه ما از بین میبرم. تنها او را نه، اگر تو هم حدت نشناسی تو را میگم. فهمیدم خاله، فهمیدم. ها خوب شد که فهمیدی. حال مرا ده گپ نگی خانم همیده منتظرم است. ها راستی یوسف خان گفت آمدن ما هیچ کس را نمان که با اتاقم داخل شوه. هر شرکت کدام اسناد مهم آمده. بیبی اگه اسناد گم شوه مسئول شما خود بودین، درست است؟ میخواستم رو جایش تبدیل کنم. او چطور میشه؟ دختر تو کار هستی یا که عقل نداری؟ گفتم با اتاقش نرین. جمیله رام بگو هر کار که دارین بعدا نلش کنین، رو جایش خود شرک نشده. درست است، من برش میگم. تا که نتیجه معاینات معلوم نشده، اما دکتر سر خوراکش شک داره. اول تب، بعدش هم اسهال، امکان داره مسموم شده باشه. خدا ناکرده شاید از طرف شب برش استفراغ پیدا شود. نواسگک ای طفلک بیچاره ما، ای درد چطور تحمل میکنه یوسف بچی؟ به خاطر آرام بودنش برش دوا دادن، اما کار کردن نمیتونن چون مریضیش تشخیص نشده. یعنی چی بچی؟ یعنی بدون از غذا برش کدام چیز دگام دادن؟ اما ترس چی بفهمم مادر، درست نمیفهمم. حال کار که میشد شد. مهمی است که توران خوب شوه. بچه کاکا هر چی که از ما به انجام میدیم. زنده باشی بچه کاکا. آمدی سلطانه؟ کارت واکسین توران پیدا کرده تانستی یا نی؟ بله پیداش کردم خانم حمیده. درست است.
کجا رفته بودی؟ فکر کردیم که دیگه نمیایی. کدام جای دیگه خود نرفته بودم، پشت دوا رفته بودم. نه تا حال تشخیص نشده. ما منتظر نتیجهش هستیم. با خدا خانم، توبرا که شیر قبل از رفتن خود گرفته بود، اما نمیفهمم که شیر کی برش خورانده. خودت خو میفهمی که چقدر یک دختر هوشیار بود. از طرف دخترام دلتان کور جمع باشه. من متوجهشان هستم خانم. درست است سما جان. نتیجهش که معلوم شد براتان خبر میدم. فعلا خداحافظ. یوسف میشه بریم بیرون یک چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ بیرون چی کنیم؟ نمیفهمیم منتظر خبر دکتر هستیم. من فکر کردم شاید بخوای هوای تازه بگیری. درست است. هر گفتنی که داری میجه برم بگو. یوسف تو چرا سر من قرض شدی؟ ما با جز شیر و آب و میوه به توران دیگه چیز نخوراندیم جانم. به خدا راست میگم. به خدا ما حیران ماندیم که ساعت چرا این قسم خراب شد. درست است هوا. ما سر تو باور دارم. هر دقیقه میگه پا برم گفته میری. ما به خاطر که مریضی توران تشخیص نشده بسیار پریشان هستم. الا پنار زود باش، شیر طفل تیار کن. الا زود باش. تو چرا توران پایین آوردی؟ خنک میخوره هوا. توبه با تو چی؟ نمیبینی دکم پل گرفتیمش؟ چیزی نمیشه. الا دیگه زود شو. توران تا آرام نشده؟ نه، هر کاری کردیم آرام نشد. پنار زود باش، شیر آماده کن که برش بتم آرام شود. ما گوش نشدم. شما چیزی میخواین؟ نه جمیله جان، فعلا دوازی نیستم که چیزی بخورم. حالا نمیتونم. این بسیار خوشمزه است هوا. کاکائو داره. میخوای کم برد بتم؟ نه نمیخوایم. باش برای توران بدم، شاید خوشش بیاد. صبر کو دختر. صبر کو. تو چی میکنی؟ طفل کیک نده. کدام گپی نیست، برش بسیار کم میتم. ببینین خوشش آمد. ببینین اگه چیزی برش میتی یک بار با توبرک زنگ بزن بپرس. توبه جمیله، کسی از تو نظر خواست؟ آی توران از کیک خوشش آمده. نوش جانش. حالا چرا در فکر غرق شدی؟ چیزی نه، درباره توران فکر میکردم. کدام گپی نیست. سلما، استفاده کردی؟ نتیجهش چی شد؟ هیچ کس برای ما چیز نمیگه. نتیجهش هم تا حالا ناوردن. عزیزم راحت باش، تشویش نکن. توران نه، هیچ چیز نمیشه. آمدی دخترم؟ بیا امرای من. یوسف جان، از این که میگفتی دکتر میگه توران چی خورده، باز من به جمیله زنگ زدم خواستمش. یا کمی کم بود مادر. ما خوبی از اینجا هستیم. از هوا خوب پرسیدم. البته بچی، پیش از هوا طفل پیش جمیله بود. با طفل چی خوراندین جمیله؟ به خدا یوسف خان، وقت صبح از خواب بیدار شد، شیرش برش دادم، بعدن هوا آمد گفت من مواظبش میباشم. خوب است. یعنی دیگه چیز برش ندادین؟ نه خیر. جمیله، بیبی این موضوع مرگ و زندگی نه وسیم است. در داخل با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. یک بار خوب فکر کو دختر. شاید کدام چیز به یادت بیایه. بگو دیگه. راستش خانم، من گوش نشده بودم. میخواستم یک کمی کیک بخورم، اما هوا گرفت. یک توتکی که به توران داد خانم میده، اما اونقدر زیاد نه، بسیار کم.
باور کردن نمیتونم. تو به یک خوشه طفل کیک خوراندی هوا؟ بسیار کم دادم. فکر نکنم که از خاطر کیکی قسم شده باشه. دختر تو بسیار بی‌پرواستی. تو هیچ نمیفهمی که غذای یک طفل کوچک چیست. مادر جان نمیخوابید، بسیار بدخویی میکرد. باز مام گفتم که کم کیک برش بدم شاید آرام شود و خدا بسیار گریه میکرد. چرا از اولی گپ نگفتی؟ چه ازت پرسیدم هوا؟ ها؟ چرا تو میگی یوسف؟ به قصد خب برش ندادیم، بسیار کم برش داده بودم. باز توران اولاد مام گفته میشه. درست است. جگرخون نباش دخترم. حالا گپ از گپ تیر شده. حالا کدام چاره دگام نداریم. راست میگم دخترم. اما کاش که برام میگفتی. از صبح تا به حال ازت پرسیدم میرم که به توران چی خوراندی، اما هیچ چیز نمیگفتی. به هر صورت ما باید گپ به دکتر بگویم، شاید فایده کنه. یک دفعه از مریض اولیام خبر بگیر. ها دکتر صاحب، من پیش شما می آمدم. کدام خبر جدید به دست آوردید؟ تا حالا علت مریضیش تشخیص نکردیم، اما نتیجه معاینه خونه توران آمد خونش بیارچ منفی است. به خاطر احتیاط باید گروپ خون پدر و مادرشان بفهمیم. از ما وارچ منفی است. یعنی همراه مادرش هم گروپ است. اما درست؟ این امکان نداره. گروپ خون گلسوم مادر توران است. گروپ خون او تا جایی که باید مسیارچ مثبت بود. مطمئن هستین یوسف خان؟ در دوران حاملگی به خاطر کم خون بودنش خون خودم معاینه کرده بود. از اون وقت به یادم است دکتر صاحب. حتما کدام اشتباهی شده. از لحاظ طبی باید گروپ خون طفل با پدر و مادر خود یکسان باشه. این امکان ندارن. بله ایره ما میفهم. اما دمی شفاخانه ولادت کرده بود. دکترش هم دمی شفاخانه است. نامش دکتر شوکت است. درست است. من این اوراق یک دفعه میبینم. در معاینه توران کدام اشتباه بوده نمیتونه؟ فکر نمیکنم، اما بازم یک بار دیگه نتیجه را میبینم. بعد از او براتون خبر میدم. نتیجهش درست معلوم نمیشه، اما امکان داره که عامله نباشی. سلما دیگه چی میخوایی بشنوی؟ همین معاینه کردن نظر من نبود، از تو بود. بیا از این دفعه اولم است که معاینه کردیم. من خب برات گفتم از تو معاینه کردن کده بهتر است که یک دفعه خون خدا ببینم. اما تو که به گپایم گوش میکنی، هر چی که دلت خواست همو تو میکنی. بیا از ما این کارا رو به خاطر تو انجام دادیم. کاری رو که میخواستی برات انجام دادم. دیگه چی میخوایی؟ نتیجه‌ش هم خود دیدی. هوا جان چی گپ شده؟ چرا لب روی کشال گرفتی؟ به خاطر توران زیاد جگرخون شدم. مادر یوسفم به خاطر این کارم سرم قار شد. به خاطر که اولادش از هوا. حال قار است. باز خواد فهمید که تو نیت بد نداشتی دخترم. زنده باشین. از این که مرا درک کردین مادر. بیبی دختر مقبولم، کاش که از اولی گپا با ما میگفتی. حالی اتفاق هیچ نمیفتاد. پرستاری کردن طفل بسیار کار مشکل است هوا جان. به خاطر که تجربه زیاد شوه 1000 بار کوشش کنی. من چند با پرستاری نازله را کرده بودم، اما این قسم یک اتفاق برام نفتاده بود. البته توپ را که پیش هر کس باشه، باز نگاه کردن طفل آسان می باشه. بی از او خواهر در موضوع نگاه کردن طفل بسیار ماهر بود دخترم. خوب گوش کو که یک گپ برات میگم. در پشت بعضی ها دعاهای بزرگ است. اونا هیچ وقت ناکام نمی باشه، اما بعضی ها کوشش میکنن سر خود فشار بیارن. آیسته آیسته خود عادت بتی. مجبوریت هست دیگه. حالا دیگه لب روی کشال نگی. حال جگر خون شدن هیچ فایده نداره دخترم. بیبی ایبرت یک پن باشه. دیگه هیچ وقت دروغ نگویی. هیچ وقت به شوهر دروغ نگویی. هیچ وقت گپتا ناتکمیل نگویی دخترم. یوسف از دروغ گفتن نفرت داره. به خدا راست میگم، بچیم یک ذرم از دروغ گفتن خوشش نمیایه. مادر بچیم چی شد؟ توران از خاطر کیک خوردن مسموم شد. تا حال معلوم نیست، تحقیق میکنن. ازتان یک سوال داشتم. میشنم بچیم. وقت گلسوم به خون ضرورت داشت یادتان است؟ بچیم به یادم آمد. چی شده؟ تا جایی که به یادم از گروپ خون گلسوم یارش مثبت بود. نه بچیم، اینقدر گپا شد که به یادم میمانه. من گروپ خون او را از کجا به یاد داشته باشم؟ خاله شما به یاد دارین؟ به یاد ندارم بچه. گلسوم مادر توران بود یوسف.
خب چرا در مورد گروپ خون مادرش پرسیدن؟ گروپ خون ما و توران یک چیز نیست. دکتر گفت شاید ضرورت شوه، باید آماده باشیم. خب پس اتر است از مادرش یا بیادرش پرسان کنیم، شاید اونا بفهمن بچیم. هیچ ضرور نیست مادر، طفل در شفاخانه پیدا شده، پروندهش میبینن، حالا معلوم خواهد شد. خاله یک دفعه امرایم بیا. دست ما الاکو دختر. گفتم اینجا بیا حالا دیگه. دختر گفتم دست ما الاکو. پیشم میگی چیغ میزنم و رسوا خواهد شدی. بس از دیگه. بیبی خاله دوانت بسته که عقل خدا به کار بنداز. نشنیدی که یوسف چی گفت؟ نشنیدیم. خب چی شده؟ اگه شنیدم باشم به ما چی؟ خاله نقش بازی کردن بان. نشنیدی که چی گفت خانم سلطانه؟ یوسف فهمیده که گروپ خون توران و خودش یکی نیست. خب ما چی کنیم؟ من این سوال از تو میپرسم که ما باید حالش چی کنیم؟ اگه بفهمه که توران اولاد خودش نیست و گروپ خون مادرش هم با اون مطابقت نداره، میفهمی چی میشه؟ کوشش میکنم بفهمه گزارش کی تغییر داده بود و وقت هر دوی ما تباه خود شدیم. پس بی صبرانه منتظر وقت باش. گوش کن چی میگم. کشتی ما سوراخ شده. اگه این کشتی سوراخ شوه و پر از آب شوه، فکرت باشه که تو هم همراهش غرق شدی. تو غلط فکر کردی. تو مرا از او کشتی وقت بیرون کرده بودی. اگه کشتی غرقم شوه، باز من تنها نخواد مانده با خود کشتی دیگه پیدا میکنم. اما اگه کشتی تو غرق شد، باز تو نیست و نابود خود شدی. پیش از اینکه آب کشتی تو لبریز شوه دختر، برد راه نجات پیدا کن. خداوند لعنتت کنه. قسم نمیشه بچیم. حالا ما تصمیم گرفتیم. بیبی سلطانم لباسای مرا آورده. نه من نواسی خود رها کده نمیتونم. مادر من خو اینجا هستم، شما برین دیگه. بچه ماما نیتو نمیشم به خاطر که پدرش هستی سر حق داره که پیشش بلشی، اما ما مادر کلانش هستم. لطفاً بان که ما اینجا باشم. مادر جان لطفاً، با صحتتان خوب نیست. اگه شما امشب در شفاخانه باشین با صحتتان دگام خراب میشه. استراحت کنین. کم که راحت شدین باز دوباره اینجا بیاین. لطفاً بیادر جان اینقدر زد نگو. اگه کدام چیز کار شوه بتانه چی خود کردی باز؟ منور راست میگه بچه کاکا. توبه توبه، شما هم یک گپ ناق کلان میسازین. به از اون نزدیک هستین، اگه کدام چیز کار شد باز براتون خبر میتون. درست است بچیم، درست است، تو خودت باش. اما نیمه شب مگه چیزی کارت شد برای ما زنگ بزن. درست است؟ درست است پدر. یلماز خان شما هم دیگه. بس هست دیگه. زیاد اصرار نکنین. یوسف حق با جانب است. حالا دیگه شب بخیر بچی. شب بخیر پدر. شب بخیر. گوش کو چی میگم. من هر ساعت برام خبر بدی، اگه نه تا صبح بیدار میباشم بچی. مادر جان شما فقط دعا کنین. دعای ما همیشه همراه شماست. یک دانیم. زنده باشین مادر. شما را ما باید به خانه برسانم. موتر آماده است. کی گفت من خانه میرم؟ من خو همینجا میمانم. مراد یوسف وقت شده تو باید خانه بری. اما یوسف من چطور تو را اینجا تنها مانده برام میام؟ امکان داره؟ آبا ما بسیار خسته هستم. از این بیشتر مرا عصبانی نساز. درست است. هر قسمی که تو بخوای جانم. جونت بچم، دی وقت شب کجا میری؟ با جهنم میرم پدر. هر گفتنی که داری بریم بگو.
در قصه قد قوارت نشده به خدا میکشمت، فهمیدی؟ از وقتی از زندان برآمدی کاملا خدا گم کردی بچم. عقلت به سرت بیار. اگه از یادت رفته به یادت بیارم، من هم سلولیت نیستم، من پدرت هستم و اینجام خانه ما هست. اگه ضرورت باشه حتی از آبی که می نوشی من باید خبر باشم. فهمیدی چی گفتم؟ نمیفهمم بالای کی قهر هستی، اما من تحمل نازای تو را ندارم. کم صبر کنین. دکانم که فعال شد به خود یک خانه میگیرم، اینجا بر همیشه نمیمانم، شما تشویش نکنین. خوب راه فرار یافتی بچه جان. تو خودت چه فکر کردی لوده؟ اول دکان جدید، بعدن خانه، دیگه کدام امر نداری؟ اگه داشته باشم چی میشه؟ همراه پدرت قسم گب نزن، بهتر بیا. اول از بانک قرض گرفتی، باز لب روی کشالده خانه شیشته از من حساب پرسان میکنی؟ تو اول حساب قرض هایت پرکو، بعد از او همراه من قسم گب بزن. او پول خرچ مصرف زمانت زندانم بود، زمانت آزادیم. تو آهسته آهسته پرداختش میکنی. به یادت باشه که بهترین خانه، بهترین دکان، تمام چیز برم میگیری. تو با کدام جرأت همراه من قسم؟ تمام کارهای غیر قانونیت بیادم از پدر. ما که به خاطر تو ماها در زندان بودم، چطور میشه پدر؟ محبت خدا به خاطر تو در زندان از دست دادم، پیش مردم رسوا شدم، اما تو در بیرون خوش خوش شکر میزدی. به خاطر که پدرم هستی برای چیز نگفتم، اما حال تو باید مسئولیت ادا کنی. شب شما بخیر جانم. خوش آمدین خانم. خوش باشی دخترم. خوش آمدین. شب بخیر دختر. خوش آمدین. خوش باشی. یولماز خان، حالا که آمدیم چی فایده کردیم؟ به خدا تمام فکرم طرف شفاخانه است. خانم حمیده، تشویش نکو، دکترها متوجه هستن. انشالله که کدوم گپ نمیشه. اگه شب ما را خبر میکنن. ضرور نیست که تو تشویش کنی، اگه نی باز فشارت بالا میره خانم. بیا در ما میرم میخوابم. خواب راحت بچیم. تو را چی شده؟ واقعا به خاطر غذا مسموم شده خواهر؟ دکتر همی قسم گفت، مام درست نمیفهمم. باید ماماتو میشد. منور دخترم، تو برو استراحت کن، وقت شده. شاید صبح وقت شفاخانه بریم، باید زود بیدار شویم. حالا دیگه. نه مادر جان، شما بخوابین، من باید درس بخونم به خاطر که فردا امتحان دارم. دخترم درس خواندنی چی؟ در این وقت شب کس درس میخونه؟ خدای نخواست حال تو را چیز نشه یک دانیم. آی دخترم، مرا ازی بیشتر جگر خون نکو، برو به اتاقت استراحت کو. ولی از خدا برو استراحت کو، زود شده گه. حالا آی مادر جان، مرا چیز نمیشه. شما تشویش مرا نکنین، من از درسیم بسیار پس ماندیم، باید درس بخونم، فردا امتحان دارم، هیچ امکان نداره کال استراحت کنم مادر. آی درست است. آی اگه برش یک کلمه بگویم باز مقابلم 10 کلمه میگه. یولماز خان، هر چی که دلتان میخواه همو کار کنین. دختر مقبولم، شب بخیر. برات آرزوی موفقیت میکنم. تشکر میکنم پدر جان. خداوند ذهنت روشن کنه. شب بخیر. شب بخیر. دختر، در اتاق یوسف خان کس خود داخل نشده. گوش کده، شفاخانه از ما چندین بار پرسان کرد. اگه از اونجا چیزی گم شوه هر دویتانه باز اخراج میکنه، با خبر باشین. خاله گفتم داخل نشدیم. باز ما چی گفته داخل شوم؟ هیچ وقت پیدا نتونستم که داخل اتاق یوسف خان شوم. خوب است. من این دفعه میرم میبینم. خوب است. فعلا شب بخیر. شب تو هم بخیر. خوب دیگه، بعد از دیگه تو خدا نجات داده نمیتونی خانم هوا. بچم، تو از کجا پیدا شدی؟ ما باید همراهی او ازدواج کنم. چی؟ اوه خدای من.
بچم نیکی تو دیوانه شدی. تو چطور تا یک کار کده میتونی؟ نیک عقلت از زاده بودی. او هم همراه دوست منور. تو با این کارت زندگی خودت با ساختی. امین بچم سلما دوست منور هستی. گپا چرا فکر نکردی؟ اشتباه بزرگ کردم مادر. نمیفهمیدم. منور برام گفت که تو را دوست ندارم، همراه وکیل عروسی میکنم. بسیار تنها بودم اون شب مادر. و کم نوشیده بودم اون شب. فکر نمیکردم که تگ اشتباه رخ بده. باور کنین من به خود نبودم، بسیار نوشیده بودم. ایره کی میفهمه بچم؟ وقتی که تو سلما را نمیخواستی پس چرا قسم اشتباه را مرتکب شدی؟ بهترین وقت بود. باید از وقت استفاده میکردی. دست دختر را گرفته پیش خانوادش میرفتی، میگفتی که ما و منوره که دیگه خود دوست داریم. بیازم یوسف خان از تمام گپا خبر شده بود. اما بیبی بچه بیعقل ما چی کار کرده؟ اگه از این گپ کسی خبر شوه ها؟ اگه این گپ به گوش منور دخترم برسه باز میفهمی که چی میشه. تباه میشه. منور از دست میتی احمق. باز آماده به من میگی اشتباه کردیم. حالا دیگه پورک و سلطانه. مادر بس از دیگه، بس از دیگه. به نظر شما ضرورت دارم مادر. اگه این طفل به دنیا بیاید زندگی ما تباه خود شد. تباه میشه. پیش از اینکه اشتباه میکردی یک بار فکر میکردی. حالا دیگه بخیز. حال مستقیم خانه خالد برو. گوش کن. بعد از این به خبر از من حتی یک گلاس آبم نمی نوشی. گپ مفهمیدی؟ سلما چی خود شد؟ خب چی بگویم خود کدره نه درد است نه درمان بچیم. حالا دیگه دهن مرا باز نکن. مجبور استم که یک چاره برش پیدا کنم. مجبور استم. حالا دیگه از پیش چشمایم گم شو. از چشمات فهمیدم میشه بالایم از زیاد قهر هستی. اما لطفا از من روی نگردان. باور کن ما هم به اندازه تو جگرخون هستم.